سلام، نه یک سلام معمولی. سلامی که مثل یک در باز میشه به سمت حقیقتی که خیلیا نمیبیننش. سلام به تو که فقط شنونده خبر نیستی، بلکه دنبال پشت پرده ای، دنبال چیزی فراتر از تیترها، فراتر از شایعه ها. حالا بریم سر اصل ماجرا. جنگل‌های هیرکانی اسمش رو زیاد شنیدیم، اما چند نفر واقعاً میفهمن چی از دست رفت. اینجا فقط یه جنگل نبود. این یه کتاب بود، کتابی که برگش نوشته میلیون ها سال بود. قدمتش بین 25 تا 50 میلیون سال. تصور کن وقتی زمین تازه داشت از زخم انقراض دایناسورها نفس میکشید. این جنگل سبز بود، زنده بود، ایستاده بود. هیرکانی شاهد تولد و مرگ تمدن‌ها بوده، از باران خورده، از یخبندان گذشته، طوفان‌ها، خشکسالی‌ها، تغییرات اقلیمی که قاره‌ها رو جابجا کرده بودن. اما اون هنوز سرپا مونده بود. طبیعت بارها تلاش کرد زمین رو پاکسازی کنه، اما هیرکانی مقاومت کرد. نه یک بار، بارها، هزاران بار. این جنگل مثل حافظه زمین بود، حافظه‌ای که نمیخواست حذف بشه. تا امروز، تا دوره ما، دوره‌ای که دشمن طبیعت نه طوفان بود، نه آتشفشان، نه یخی که قاره‌ها رو بلعید، بلکه انسان. یه اشتباه کوچکی، بی احتیاطی ساده، یه آتش رها شده، یه سیگار نیم سوخته و میلیون‌ها سال تاریخ توی چند ساعت خاکستر شد. درخت‌ها فقط نسوختن، سند یک گذشته خاموش شد. شاخه‌هایی که شاید اجداد ما زیرشون زندگی می‌کردن، نسل‌هایی که شاید پرنده‌هایی رو دیدن که دیگه وجود ندارن، همش تو دود گم شد. بعضیا میگن طبیعی بود، بعضیا میگن حادثه بود. اما یه سوال، چطور چیزی که میلیون‌ها سال از طبیعت ضربه نخورد، از یه غفلت چند ثانیه‌ای نابود شد؟ آیا واقعاً فقط یک اتفاق ساده بود، یا ماجرا عمیق‌تره؟ اینجا فقط سوختن چند هکتار نبود، اینجا زنگ خطر بود. هشدار برای فردا، برای جنگلی دیگه، منطقه‌ای دیگه، حافظه‌ای دیگه. چون اگر یک لحظه بی احتیاطی میتونه تاریخ رو بسوزونه. فردا نوبت کجاست؟ کدوم میراث قراره ناپدید بشه؟ درست جلوی چشم هامون، بدون اینکه حتی بفهمیم چی از دست دادیم. در این دنیا گاهی حقیقت مثل دود بالا میره، نامری میشه، اما بوی سوختنش میمونه. و این فقط یک پرونده بود، یک پرده از هزاران پرده نادیده. اگه آماده ای، اگر میخوای وارد تاریکی حقایق بیشتری بشی، سابسکرایب کن، چرا که قصه های بعدی نه فقط ناراحت کننده، تکان دهنده نه، و شاید اصلا قرار نیست همه تحمل شنیدنش رو داشته باشن.